پشت سر من گرونترین ماشینایی که توی دنیا وجود داره رو می‌بینید. بی شوخی دستمون رو گذاشتیم رو ماشینایی که 250,000 دلار به بالا قیمت دارن. حتی یکی از اونها بیشتر از 100 میلیون دلار قیمتشه. و ما می‌خوایم این ماشینا رو بهتر کنیم، شناور کنیم، برونیمشون و حتی باشون پرواز کنیم تا بهتون نشون بدیم که چرا انقدر قیمتشون بالاست. خب دوستان، برنامه رو با این ماشین $1 شروع می‌کنیم. خیلی قراضه است. حالا برای چی می‌خوای بفروشیش؟ خب میدونی اون خیلی با ارزش نیست و منم دیگه نمیتونم براش وقت و هزینه کنم. اگه این $1 رو بگیری معامله بسته میشه. کاملا مشخصه که این یه تیکه آشغاله. ولی اگه $20,000 روش هزینه کنیم چه اتفاقی میفته؟ خیلی خوب، بیاین این ماشین رو راه بندازیم. وای، باور نکردنیه، راه افتاد. چه جوری داره راه میره؟ یه دود میاد. لعنتی دیوونه کننده است. یه ماشین $1. ماشین یه ماشین $1. $1. ماشین یه ماشین $1. $1. یه ماشین $1. وای،